بحران هویت. من از کدامین سرزمینم؟ من از کدامین سرزمینم نمیدانم، اما اینقدر دانم که نام سرزمین من مهد طلوع خورشید بود. نمیدانم کدامین دیو پلید از کدامین سمت ناپاک شب برخاست با تعبیر کابوس ناامیدش، با تغییر سرنوشت نابودش، با تقدیر پلید نامعلومش نام زادگاهم را دزدید. من از کدامین سرزمینم؟ من به چه شوره افاقم؟ نمیدانم، اما میدانم که سرزمین من به مهد تمدن آریایی شوره بود. نمیدانم کدامین اریمن از کدامین لانه شیطان برخاست کشورم را به لانه دشت افغانی و زن ستیزی شوره ساخت. نمیدانم که دانستنم جرم است، جرم در شهر که بی ندانستن نمیشد یک روز را شب کرد. حالا همه نمیدانند، گر بدانند دشمن وحدتند، دشمن وحشتند. یکی بیاید به من بگوید که من کیم، نام کشورم چیست، در کجایم، حریم وطنم کجاست، دیوار خانه من چرا ناهویداست. من کیم نمیدانم، اما اینقدر دانم که از سلاله رندانم که صده هاست در قید زندانم. به جرم رندی و خردورزی گذاشتنم گوشه میدانم. من نمیدانم کس ناکس نام ایوان درنده را روی کشورم گذاشت. تخم نفرت در دل محبت پرور همه کاشت. این چه نام نامنحوس است، این چه لقب شرماور است که با بردنش در دنیا رسوا می شوم، تنها می شوم، مایه خجالت و درد سرها می شوم. مردم از من در گریز مثل آووی تیز از بر این نام بی تمیز. وای خدایا، این چه ظلم بود که بر ما روا داشتی، چرا این کار را در حق مارها نگذاشتی؟ ما مگر از مارها هم زرینه تریم که مایه اراس اربا نریم؟ نمیدانم که چیم در بند کیم، به کجا می کشاندم، اما اینقدر دانم که گروه دجال یک چشم که جز تاریکی از هر نور می ترسد، من را و فرهنگم را به گروگان در رجله شیطان برده است. نمیدانم که کدامین مرد با ایمان از پس این شیطان برخواهد آمد. مغز فرهنگ من شده غذای مارهای این ضحاک. کجای ای کاوه برانم از دست این یاوه؟ ای درفش کیهانی تا کی تو پنهانی، تا کی نبودت کشنده هست برای بودن من. رنگ درفش ساختگی رنگ لباس دختر کوچیست. تو کجای ای باورمند سپیدی؟ من بی تو میمیرم. استخوانم فریاد کمبودی تو را تا به کهکشانها با خاکسترش فریاد خواهد کرد. نمیدانم با کی ام دسترخوانم، اما میدانم که بعد خوردن نان لگد زند به نمکدانم. ای اوغان بیا دم تحمل کن، سر در گریبان بنی و قبول کن که من آنم که به تو سخن گفتم، به لفظ در دری ام وطن گفتم، اما تو جوابم دادی به چوب و نیزه، به خاک و سنگریزه. بیا دم تحمل کن، بدان که من به تو آموختم طرز سخن گفتن و شیوه نوشتن را. اما تو در مکتب بروی من بستی، تا کجا چقدر پستی؟ برای دخت تو، برای بخت تو، برای دشت سخت تو من سینه سپر کردم. من شبها را در کوب سر کردم، از جان گذر کردم، اما تو فروختی دخت من، اما تو سوختی درخت من. بیا دم تحمل کن، ببین که من کیم، در کجایم، تو چی هستی، چرا هستی؟ ای برادر با یک چشم و یک گوش کر، تا کجا میخواهی که نشناسیم، تا کجا میخواهی که نبینیم؟ من کیم؟ پدر من اولین بنیانگذار قانون برابری حق آدمی، پدرم فرشته تمام، دشمن نیروی اریمنی. من از سلاله کروشم، گر نمیدانیم بدان، من سراسر هوش همیشه در خروشم.
من تاجکم از سلاله سامانم، نه افغانم که داغانم، نه از تبار زاغانم، من از تبار سپید پوشانم. چرا اسرار داری؟ چرا تهمت ناحق به من گفتار داری؟ بیا دم تأمل کن، من هم تو را دوست دارم، برابر مثل برادر، اما نه افغانم، نه افغانم، مکش از این بیشتر داد و فغانم.